رادیوی آزادی روز 2 اکتبر سال 2022 با تکیه به معلومات منابع گوناگون رویخط تکمیل شده قربانیان مناقشه خونین مسلحانه روزهای 14 سپتامبر سال 2022 در مرز تاجیکستان با قرقیزستان را نشر کرد. این در حالی است که روز 7 اکتبر معاون وزیر خارجه تاجیکستان صادق امامی در نشست معاونان وزیران خارجه اودکبه در اریوان هلاکت 59 شهروند تاجیکستان و جراحت برداشتن 234 نفر از طرف تاجیکستان را در جریان مناقشه اخیر در مرز با قرقیزستان تصدیق کرده بود. جانب قرقیزستان از هلاکت 63 نفر و جراحت برداشتن بیش از 200 تن دیگر در جریان آن مناقشه ها خبر داده است. متاسفانه در بین قربانیان ساکنان ملکی از جمله زنان و کودکان زیادند. مقامات تاجیکستان قبلا درباره هلاکت بیش از 40 ساکن ملکی و جراحت برداشتن بیش از 200 نفر از بین مردم ملکی خبر داده بودند. دست کم 25 نفر آنها روز 16 سپتامبر در 3 حمله کشته شدند. از جمله 7 نفر با شمول 5 عضو یک عائله بر اثر حمله به طیر قرقیزستان به یک ماشین یاری تعجیلی در بالای پل دیهه چارقشلوق در کنار اسفره کشته شدند. همین طور نزدیکای شام 16 سپتامبر الکی بعد اعلان آتشبس هواپیمای بی‌سرنشین قرقیزستان به یک مکتب و مسجد در جماعت افچ قلچه نویه باباجان غفوروف حمله آورد. در نتیجه حمله درون به مکتب 6 نفر به هلاکت رسیدند. حمله به مسجد 12 کشته و 20 زخمی به جان گذاشت. به نوبت خود جانب قرقیزستان نیز نیروهای تاجیکستان را به حمله ها و کشتار ساکنان ملکی عیبدار می‌کند. مناقشه اخیر در مرز تاجیکستان و قرقیزستان با بیش از 120 کشته و بیش از 400 زخمیش خونین‌ترین مناقشه نه فقط در تاریخ مناقشه‌های مرزی تاجیکستان و قرقیزستان بلکه در تاریخ نزاع‌های مرزی تمام آسیای مرکزی بعد از سقوط اتحاد شوروی شمرده می‌شود. هر دو جانب یکدیگر را در شروع این مناقشه عیبدار می‌کنند. در سال آخر 2021 و 2022 مناقشه‌های مسلحانه در مرز تاجیکستان با قرقیزستان نزدیک 200 کشته و بیش از 750 زخمی به جان گذاشت.